شما هماتون گفتنم بعضی برادران ما نوشتن که برادر عزیز اقلا نماز خون گفته یک بار گپ زنید، همین فقط پول گفته گپ میزنید، شما همین پولتون رو میبرید می آخرتتون با شما با همین پول از عذاب قبر شما رها میکنند می. من همین خیلی دو تا کامنتر ها همین خیلی هم هست. برادر عزیزم همین شما اگر در درس خیمی روید، شما معلم خیمی میگوید که تو یک بار در باره ماتماتیک گپ زن، چون میکنی فقط خیمی گفته؟ درست؟ خیلی نمیگوید که برادر عزیزم در باره دین، در باره نمازخوانی هست، دوملاها هست، مسجد هست، دیگر کانال من برای موفق شدن. فهمیده استودید؟ خوزه همین برآمده که من کرده استودیم، این خوب نیست که شما ما مقایسه کنید و یاقته. این تماما خوبی ندارد. رنگ سبز به خودش در کاره، رنگ سرخ به جای خودش است، همه چی به جای خودش است. انا اونه که من میگم که نماز خوندیونی، من هزارها بار میگم، نه که اگر شما تانید که گوش کردن میفهمید گپ من. اون چیزی که از عذاب قبر پول من خلاص میکند، ثروت اون دنیا بردن میشد یا نه؟ من جوابش میگم. بایگری اساسی انسان همون چیزی است که همراهش میتواند برد. من میبرم. آدم با عقل بایگریش خودش میتواند بردن. چی خیل؟ چیکار کنیم؟ انشاءالله خدا نصیب کرده بود من میبرم. من از نشون میتونم. شما چی خیل؟ شما میتوانید که بایگریتون برید. بایگری اساسی انا همان است که شما همراهتون میبرید وای دنیا با. نگاه کنید. ما دو تا آدم میگیریم. یکتاش من دو آدم میگیریم. خب نگاه کنید، دو تا آدم. اینش کمبغل است، اینش ثروتمند است. خب کمبغل ندارد، خودش محتاج است، خودش محتاجمند است، خودش قرضدار است، خودش همه زندگیش به زور برد خوب است. خب همین خود نگید. این آدمش ثروتمند است، این هم نمازخوان است، این هم با ایمان است. یگان جواب نیست که اگر شما ثروتمند شید بی ایمان میشه. کی گفت شما به این گپا؟ همین شیخ‌های عرب همش بی ایمان است. کی گفت این گپا شما با؟ انا کن اگر که من این مردم آدم ثروتمند دست صحیح داشته باشد و من مثلا زیادتر ملکش خیریات بر رسخات کند، برای برکت این دنیا آخرتش رسخات کند، سازد، همون پولش درست استفاده برد. من مثلا پولی که کار میکند ولی سازد، مکتب ها سازد، پولی که کار میکند دست یک کم بغل گیرد، مسجد ها سازد، یک بیوه بیچارگان به یاردم کند. انا همون خراجاتی که بیرون از خودش کردگی است برای خلق، انا هوای بایگر است که همراهش میبرد. انشاءالله انا هوای بایگری اساسی هست. فهمیدید؟ یک جا به یک آب نوشاکی برارد، یک جا به یک راه کند، یک جا به یک آبادی کند، کاری کند که همین پول چیزی که کار کردگی است این دنیا همش به فایده خلق استفاده کند تا روزی که زنده های. علمی که شما به خدا داده است، علم خلق بتید. پولی که شما داده است خلق بتید. وقتی که شما داده است خلق بر از خود کنید. از دست خدا خود این دنیاتون هم آباد میشد، آخرتتون هم آباد میشد. یک خطایی که بسیار مردم به سرش به هست، این چی؟ کمبغل جنت بمیرد، بای دوزخ بمیرد. میگه پاکی گفت شما با کدوم حدیث من با دلیل من با اثبات کنید این گپا؟ یگان جو به این گپ نیست. من 12 سالگیم 5 وقت نمازم. منم همون شریعت خواندگی هم جهت علمی مسلمانی من خواندگی، هم جهت علمی